کردم. یه بار رفته بودم برای خونه خرید کرده بودم و تو این خریدای خونه یه تیکه گوشت گردن خریده بودم و با خودم این برنامه رو ریخته بودم، نقشه رو کشیده بودم که من این گوشت گردن رو میذارم گوشت گردن میپزه و یه باقالی پلو درست میکنم و خودمون میخوریمش. گوشت گردن رو گذاشتم تو قابلمه، در حال پختن بود. مهمون سرزده برای من اومد و من یه کار غلطی کردم. یه گفتم ای بابا چه وقت مهمون بود. زیر قابلمه رو خاموش کردم، گوشت گردنه رو نیم پز کردم تو یخچال. یه غذای دیگه‌ای برای مهمون درست کردم. اون روز گذشت و به خیال خودم زرنگی کردم که گوشت گردنه رو بذارم برای خودمون بخوریم، در حالی که شاید اون روزی مهمون من بود. فرداش گوشت رو در آوردم، پختمش، مزه‌دارش کردم، خیلی درست و درمون و آماده شد ولی خداوند از ذهن من برد که زیر گاز رو خاموش کنم. زیر گاز روشن من از خونه رفتم بیرون. وقتی برگشتم خونه یک دود غلیظی خونه رو گرفته بود و این گردنه با استخوناش پودر شده بود، زغال شده بود. یه جوری این گوشت سوخت که من قابلمه‌ش رو مجبور شدم همراهش بندازم سطل آشغال. و اون لحظه با صدای بلند به خودم گفتم فهمیدی چی شد؟ و از زبان ترکی من فقط کلا چند تا فوش آبدارشو بلدم. به خودم گفتم ای کول باشو، یعنی ای خاک بر سر خسیس بدبختت، خدا اندازه طبعت بهت میده. این خساست نتیجهش اینه، آشو با جاش بریزی دور. و بعد یه شعر یادم اومد: باران که شدی مپرس این خانه کیست، سقف حرم و کعبه و بتخانه یکیست. باران که شدی پیاله ها را نشمار، جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست. بر درگه او چون که بیفتی بر خاک، شیر و شتر و پلنگ و پروانه یکیست. با سوره دل اگر خدا را خواندی، حمد و فلق و نعره مستانه یکیست. چون درک کنی خودت خدا را بینی.